آقای زینال، ما دوست شما دشمنتان نیستیم. آقای زینال، دهه آبی کلام با شما تیر نمیکشاید. آقای زینال مرا گوش کنید. برای زنتان خیلی غمگینم، اما گناهی ما نیست. تشکیلات ما را بدان رفتند آقای زینال. در آنجا بودن شما را ما تماما نمیدانستیم. آقای زینال، باور کنید همسر شما را ما نپراندیم. تیرکی زنی مرا کشت، از شما محافظان بود. از این پس در بینمان دوای خونین از دکتر. غضب چشم عقل این آدم را کور کرده است. دانسته باش که خونین زنم در زمین نمیماند. هنگامی به اینجا آمدنم اول با شما شنا شده بودم آقای زینال. در لحظه های مشکل همیشه در برم بودید. آقای زینال، حالا کسی میخواد بینمان دشمنی اندازد. آقای زینال، زنتون را ما نکشتیم، تشکیلات کشت. آقای زینال، اگر که با جای خون خواهید مرا بکشید آقای زینال. قصد زنتان را گرفتنی باشید، آتش غضبتان را خاموش کردنی باشید. مرا کشید آقای زینال. شما شخصی خدا ترسید آقای زینال. این کارو نکنید. با آنها همراه نشوید. شما با خدایید آقای زینال. بیسرم تو چی کار میکنی؟ راه کردید میرویم. آقای زینال مرا گوش کنید. آقای زینال، دیگر از پیشم نبرو. آن شکنجه هایی که با شما دادم با آقای مسلم و فؤاد هم دادم. اگر کمی کوشش کنید از آنها خلاص میشید آقای زینال. آقای زینال، دیگر این طور نکن پسرم، تو رو میپرونن. نمیپرونن مادر، چون که آقای زینال در اصل این طور نیستن. اکنون چیکار میکنید آقای طاهر؟ با کماندون خبر میدهیم برای واقعه های گذشته. من یک فؤاد رو خبر گیرم. رفتیم، ما هم به خانه میرویم. میرویم میرماز. خدایا، رفته است. دیلا، اون مجروح بود، کجا رفته است؟ چی شد پسرم؟ فؤاد نیست خالای زیبا. چی؟ فؤاد رو یفتم لازم، اون رو تنها نمیمانیم. نیست، آرام شو دخترم، البته تنها نمیمونیم.
فؤاد 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 تو کجا می روی؟ در این حال با هیچ کجا رفتن نمیتوانی. موندم طاهیر. اکنون من در نقطه طبی ایستاده نمیتوانم. چرا؟ بر روی دیلو نگریسته نمیتوانم. فؤاد مرا من بده هم روم. تو آمده خبرم میگیری، اما من در این حال ایستاده نمیتوانم. مایلش فؤاد. آلدو فؤاد رو با دهش ببر. خوب شد است آقای طاهیر. رفتیم آقای فؤاد، رفتیم. خواستم را گرفتم، نتوانستم. هیچ گپ نه آقای زینال. خون شما خون ما است. با آنها جزا دادن را به ما گذارید آقای زینال. لازم نیست سینان، حالا کاری نمیکنم. آقای زینال، روزهای نزدیک پی مردم سر می شود. خون زنی زینال در زمین مانده است میگویند. چرا فکر میکنید آقای زینال؟ با چشمان خود دیدید که شتر و زنتان را پراندند. دکتر دولت را فریب میدهد، مردمی بیگناه را میکشد. خوب چیکار میکنید؟ آن طرفی کار رو به من سپارید. برای این کارشون من آنها رو بی جزا نمیمانم. من میدونم که آنها حکومت و دولت بوده با چی کارها مشغولند. خوب مایلش، دعوای خونم را شما ستانید. چی شد پسرم؟ در برآمدگاه ده او را یافتم. همراه آلدو به دهش فرستادم. چرا او این طور کرده؟ حتی با من خیر و خوش نکرده رفت. دیلا، فؤاد روزهای مشکلی را سر میگذراند. به خود آمدنش لازم. او را به حالش میگذاریم. او باید استراحت کند. شد پسرم، من آمدیم. خوش آمدید اپای مرا. خوش باشد آقای دکتر. بخیر است اپای مرا. چی شد؟ پسرم بیمار شد از آقای دکتر. با پسرت چی شد مرا؟ نمیدونم، دلش به حضور اشتها هم ندارد. شمال زده است. کنی بیا، تو را معاینه میکنم. بیا بدرون کنی. بدرون درو. تشکر. درو دخترم. دکتر همینجاست؟ بله همینجاست. بیا اینجا شید.
بخیر است؟ چی شد؟ دخترم خیلی بیمار است. شما غم نخورید آقای زینال. یک تیر نپرانده از آن دختر انتقامتان را میگیرم. چیکار میکنید باتن؟ تا بیگاه انتظار شوید میبینید آقای زینال. در سرت چی فکر داری ها؟ چیکار کردنی ها باتن؟ من یک فکری خوبی دارم. حالا نپرس. چیزی را نمیگویم. کار که بود شد میبینی. مایلش باتن خواستد را بکن. کنی راه گردید. میرویم رفتیم. کنی زود باشید. به من یاری میدهی. همراه رفته زیلال را میدوزدیم. تو چی ها میگویی؟ مادر دختر را دزدیده چی کار میکنی؟ با آقای زینال میدهیم. با همین خون بها را میستانیم. اپای مرا پسرت میلرزد. بیرون خونو گویم نمیفهمد. گوش نمیکند. عاقبت کار را دیدی؟ آنها همین قدر دارو یافتم. حتما باید خورد. باز معاینه میکنم. خوب آقای طاهر. خدا از شما راضی باشد. خدا شفات دهد اپای مرا. تشکر آقای طاهر. بیا پسرم. بیا. دیلا تو خوب هستی؟ فؤاد رو فکر میکنم. با من چیزی نگفته رفت. دیلا خطا نفهم. اما با فکرم اگر حضور او را به حالش گذاریم خیلی خوب میشه. پسرم اینجا بیا. چی شد از مادر؟ با فؤاد چی شد؟ چرا این طور کرده باشد؟ تو ید به احوال دیلا نگر. هیچ چیز نشد از مادر. فقط فؤاد باید کمی به خود آید. آخر او چون مشکلی های را از سر نگذرانده است. میدانم لیکن این دختر خیلی پریشان است. خواهد نشد مادر. همش خوب میشود انشاءالله. در بیرون بیمار آمده است. تو رو ببین. میترسم که همه‌شان با یک شکایت اومدند. چه شکایت؟ چه گفتنی پسرم؟ اپیدمیا. ما به دهه چه خیلی میدرویم. آخر در همه جا محافظان هستن. تاریکی رو انتظار میشویم. بیگاهی شب نشده زن را گرفته میگریزیم. و کودک دارو رو خورانید و گاه باز آورده نشان میدهید. خواب شد از خانم همشیره. برویم. پسرم این چی حال است؟ بیماران طرف زیاد میشود. شبه نیست. بیماری گذرنده است. چیکار کرده میتوانیم آقای طاهر؟ دیلا تشخیص گذرانیدنم لازم است. من اینجا میمونم. شما به خانه‌تان روید. من هم نیستم به شما یاری میدهم. لازم نه دیلا. مادر اول دیلا رو تو خانه‌اش وصل کنید. خوب؟ خوب پسرم. صبحی بر وقت نزدت میآییم. مایلش مادرشم. به شما شب خوش آقای طاهر. با تو هم دیلا.
балоз то бега юлмаз аз хона набаромад. акнун боз инаш омад. اکنون بس است دخترم دیلو با خود بیو. آسان نیست پسری بچه بیچاره چه مشکلی های اومده تا با خود آمدنش او را به حالش من. هیچ نمیفهمم خواه. تصور نمیکنم چرا همینطور بر اومده را. هیچ نمیفهمم خواه جان. کمی صبر کن دیلو. دیری نگذشته با خود می آید. شو دخترم با خانه درو نغزت کت بخواب. کودکانی زیاد بیمار شده بگاه کارمان بسیار است. تشکر خیلی خواه جان. دخترم. آواز نبرار. صبح خیر. بخیر. آقای طاهر. آقای طاهر. آقای طاهر. لبای دلو. شب اینجا موندید؟ بله. خوبم برده است. مادرم در کجا؟ بر وقت آمدنی بودن. نمیدونم. شاید اون کس هم در خواب ماندند. سبب بیماری رو افته توانستید آقای طاهر؟ بله دلو. دیزنتریه. چی؟ دیزنتریه؟ اکنون چیکار میکنیم؟ تو از انبارمان از بین داروها کلاراتین رو جستجو کن. خوب آقای طاهر. من باشم از پای یافتن سرچشمه این بیماری میشم. به فکرم آب نوشاکی رو دیدم لازم. بله تو اخسته. حاضر آب رو از چه میگیرن همینطور؟ بله. از نبودن آب اهالی ده همه آب نوشاکی رو از چاه میگیرند. فهمم. زودتر جون آیسته جنبی هر روز احوال همین آب گرفته بر خدا که خلاقم در روی آتش بانزی تا آب را گرفته بر میگردم که میسوزم. چی میگم انتان؟ هیچ نیم یک ساعت نگاه وای قزبان چند روز است که احوال مردمی دیه بد است. پدرت چرا به خبری دیه آب سر نمیدهد؟ آخر عذابم را نمیبینه. پدرم چیکار کنند؟ خبر ها از کار برآمدند. شکر کنید که همین جا هست. خونه به من دید. تیر. ای قزبان ها
تو چیکار میکنی؟ آخه کر نیستی کو آب میگیرم اینطور باشد نوبت گیر. این شاهی پدرت نیکو. و من زادی کاری خیلی ضرور دارم. امروز به خانه‌مان خواستگار ها میآیند. چه خواستگار قزبان؟ و از دیهای همسایه یک جوان به من دیری داده است. امروز یا پگاه مرا گرفته میبرد. وای کی بوده از قزبان؟ ریس دخترها فقط پای او باور نکنید. او دروغ میگوید. مرغی بخت آمده در سر من نشست. آدمی ثروتمند و با ابروی بوده. اکنون تو عروس میشوی؟ بله میشوم. چی مانندی تو در خانه میشینم؟ دروغ گوی. کمی زودتر. یک طرف. بله زودتر. زودتر. ایستید. کمی صبر کنید. ایستید. صبر کنید. رسید تا بایتون رو. اکنون چیکار میکنیم؟ پدر تا سنجیدن آب این چهار رو محکم میکنیم. همه آبای گرفته از آن رو رسید. چرا دکتر ها چرا؟ شاید سبب بیماری کودکان در آب همین چاه باشد. آخر چرا نم نکندن؟ چرا بیمار میکرده است؟ شاید سبب در همین است. سنجیدن است. اکنون چیکار میکنیم پدر؟ چیکار میکنیم مشبوط چیز؟ از این پس از این آب نمیگیری. همه تان را فهمیده گیرید. پدر مگر سری برای گرن کو قزبان. تا دکتر سنجیدن اجازت ندهد از این چاه آب گرفتن من است. ها در نزدیک چاه پاسبان میمونه. وصیت ها من چیدی است. من پاسبان میمونیم. بله استفاده این آب من است. اکنون ما چیکار کنیم رئیس آب را از کجا گیریم؟ خواهرها باید یکون دیلونشون روید آبها. اکنون روید دخترها. اجازت دادن شما را ما خبر میکنیم. من با شما چشمه دیگر پیدا میکنم. روید خاطر نشوید. زود باشید. روید کندیر روید خواهرها روید. سببش چی بود است آقای طاهر؟ اگر خطا نکنم دیلا از آب چاه میکروبی دیزنتری برآمد. دیزنتریا؟ این خیلی بد است دکتر. اگر پیشگیری نکنیم خیلی بد است. در مدت کوتاه پیرو جوان را سیرایت کردنش ممکن. رئیس باید زود پیش این کارا گیریم وگرنه بیماری زود پخش راست میگویی. نباشد چیزی که لازم است میکنیم. در نزد چاه نباشی میگذاریم. مراد تو رو تا اجازه ندیم از چاه کسی آب نگیرد. فهمو حاضر میروم. تشکر مراد. دیلا تو داروها رو پیدا کردی؟ کلاراتین نیست آقای طاهر. داروهای با او مانند را یافتم. دیلا تو رفته به زنهای اینجا درباره این واقعه نقل کن. با دختران و خاله گلی خبر فرست. آنها هم در این باره با مردم گپ زدن. هیچ کس آب رو نجوشانده استعمال نکنن. خوب. سبزوات و میوه های نپخته رو نخورن. تازگی رو خوب رعایت کنن دیلا. مالش آقای طاهر. رئیس زود داروهای لازمه رو درخواست میکنیم. وقت از دست نرود. بله البته. رئیس شما هم خانه به خانه گشته آبای گرفته هاشون رو ریزید. آب را دیگر از کجا گیرن دکتر؟ با آنها چشمه نو پیدا میکنیم رئیس. خب همینطور میکنیم. وای دکتر باز این بیماری گذرنده نباشد. اگر پیشگیریش نکنیم گفتهاتون میشود رئیس. بسرمون چی بلای آمد.
مردم نابود میشوند. دیلا لبای دیلا مادرم نامدن. ناآمدن آقای طاهر. ای خدای توبه، بر وقت میام گفته بودن چرا نامدن؟ احتمال خوابشان برده باشد. تشکر دیلا. مادر جان؟ در کجایید مادر جان؟ برفین بخیر است؟ مادرم نیستند. شاید برای آب رفته باشند. ظرفای آبگیری همینجاست؟ راه کرد آقای زینال رو زنید. آقای زینال همه رو بروید. چی شد با تن قماندان؟ با شما مادری دکتر رو آوردم. خون باهایتان رو گیرید. او زن شما رو کشت. به عوضش مادرش رو بزنی گیرید. تشکیلات همین طور قرار برآورد. صبر کن، تو چی کار میکنی با تن قماندان؟ گپی من فهماز آقای زینال. این زن از این پس زن شما می شود. قربانتان شوم. خدا این کار عیب است. آیا فکر کردید چیکار کرده ایستاده اید؟ قربانتان شوم. به خدا این کار عیب است. درست است آقای زینال. گوش کنید. شما مرگ پسرتان رو دیدن میخواستید؟ البته نمیخواستید. دیدید خون نریخته این کار رو حل کردم. اخن آرام بشو. زوجه آقای زینال میشوی. چی؟ التجا میکنم من را رها کنید. فرزندان مادرون دارید. شرمنده مادرون مادرون دارید. مادرون دارید. رهایم کنید. سردیه مرا. اکا آن کس به خانه آمدند. مادرم کجا رفته باشم؟ البته در همین جاهایم، خواطر نشوید. انشالله همینطور از یلمز. برفین رفتیم گرد و اطراف رو میکوبیم. طاهر، من هم با شما میروم. یولمز تو نآی، خسته میشوی. هیچ گپ نمیشود برفین. احوالم بد شود، برمیگردم. نباشد موتور رو شما روید، من میآیم. وقتی زیادم را گرفت. در آخر یافتم. اکنون کار تمام می شود. اون در کجاست؟ در همین جاست. در یک جای دیگر نیکو. این چیست؟ این یک رمز مخفی است. شاید از حجتهای ما به این دفتر رو بردار کرده باشد. زیلان، 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 زیلان.
زیلان یلماز چیکار میکنی؟ چی شد؟ خالای زیلان رو افتاد؟ نیافتیم با من یک داروی تسکین دهم دادی از درد زیاد بازار با پا ایستادم ناعلاج برگشتم من همینجا میشینم حاضر میارم مادرم رو ندیدی؟ آنها ندیدم. آقای دکتر کودکم سخت بیمار است در نقطه تیبی شما رو انتظاره نزدی انگه گلی را همه جور رو بینید تشکر خوب میروید آقای دکتر حاضر می آیند. من هم برای شما رفتنی بودم. آقای دکتر پسرم سخت بیمارم بیمار دور زیاد شده است. خدا چیکار کنه آمد پسرم از اون چی میترسیدم بنابرد بدرم درار همه داروها رو با فوت صرف کردیم. چیکار میکنیم؟ تو آن را فکر نکن دیلا هر کس را که دیدی مادرم رو بپرس خاله زیلال رو نیفتید؟ نه در نزدی برفی نباشد؟ دیدم آنجا نرفتم خواطر نشوید آقای طاهر حتما در همین جایم یکان جایی رفتند. مادرم با من نگفته به هیچ کجا نمیروند خدا جان بر سرم چی اومد اکنون من چیکار میکنم جای خوراک آوردم در همه جو با سلاح ایستادند و خدا گریخته نمیتوانم. قربانت شوم یاریم کن دخترم مرا از اینجا چیکار گریختم کرده میتوانم خاله زیلال؟ گوش کن حنیفه اگر پسرم فهمد که آقای زینال مرا دزدیده است با مردمی ده مسلح شده اینجا میآیند و خدا خونریزی میشود حالا هیچ کس نفهمیده یاری ده که از اینجا گریزم خوبی پسرتون رو دیدم کودکم وصیت کرد من هم راضی نیستم که شما اینجا بمانید شما رو نجات دادن میخواهم اما از آقای زینال میترسم. باوریم نمی آید که آقای زینال چون این دیگرگون شده است. آقای زینال آدم خوبم لیکن اکنون تشکیلات رو گوش میکنند. آقای زینال لبای این جناب به مهمانی شما آمده است به فکرم خارجی است. خارجی از خودیت با ما فرق ندارد مهمان عطای خداوند است خوش آمدی خوش باشید مرحمت نشین اینجا را چون خانه خودت میدان سعید عزتی مهمان را بجار خوب شده است مرحمت شما را گوش میکنم گپ‌های بیهوده نمیزنم آقای زینال واقعهای به سرتون آمده را میدونم دولتمان به شما یک پیشنهاد دارد دولتی بزرگ از من چی میخواستد جناب آدمانه که شما را شکنجه دادند بروی آب میبراریم در تلویزیون و روزنامه ها آنها را گناهکار میکنید چی؟ برای در ده خوب فعالیت کردن به ما کمک میدهید
این پیش پرداخت. اگر گفته هایم را کنید از اینها خیلی زیاد نصیبتان می شود. حالا ایست 1 دقیقه ایتن از دستی من دار کنیگیر عکسی مرا گیر با تپوچه گیر زود گیر. Thank you very much. جانکم او چه گفت؟ با شما تشکر میگویم. او چه گفت؟ من میگویم جانکم با تلویزیون میبرایم ها؟ گیر جانکم مرا تنها گیر من قهرمان. گیر جانکم همه شعری کوسار سینان را باید بشناسند. گیر جانکم گیر تنها گیر من سینان قهرمان شعری کوسار سینان را تنها گیر. انمیتا جانی عکسی مرا بگیر. انمیتا خیلی خوب. 1 دقیقه جانی. تو از کجا آمدی با تن کماندان؟ در غار بودم سینان. دروغ میگویی. تمامی شب تو را کافتم. در قرارگاه نبودی. تو مانند روباه کارهای مخفی میکنی. تو روباهی میکنی سینان. با من سنگ نپرتا با تن. با من سنگ نپرتا. چیکار میکنی؟ چیکار؟ آرام شوید. روزنامه‌نگاران اینجایند. احوال قماندان‌های ما را دیده چی میگویند؟ گوش کن ایتین. تو این روزنامه‌نگاران را تا راه همراهی کن. از آنجا به دهه آقای زینال رو احوال پرسی کن. بعد به عملیات آماده شو. برو. تمام شد. خیلی عملیات سینان. تشکیلات میخواهد که گوشی پسری آقا را کشیده ماند. اکنون کار آقای زینال تمام. نوبت به فؤاد رسید. دارو از همراه آوردن آقا. دایر آمد؟ نه همشیره آمده است. شما را دیدن میخواهد. با او بگوی که هیچ کس را دیدن نمیخواهد. فهمیدم آقا. هیچ کس را دیدن نمیخواهد. هیچ کس رو دیدن نمیخواهی. من هیچ کس نیستم فؤاد. من نامزد تویم. ببین چقدر زیبا ساخته ایستاده است. جانم تو چی ساخته ایستاده ای؟ کودکان رو بسیار دوست می‌داری دیلا؟ بله خیلی دوست می‌دارم. انشاءالله ما هم صاحب چنین کودکان زیبا می‌شویم. نکنه من فرزندانی کلان دارم. در این سین و سال زنی کسی نمی شوم. غلامتون می شوم. مرا نجات ده حنیفه دخترم. در پسی در تو پاسبان یک داشت ما همروی خودم میبرم. کار همین طور است برادر. بله همین طور. باید خلطه ارد رو بگیرم. خوب شدیم. اکا بیاید نکنه زد اکا.
Está! Está! این مادری دکترم! Está! ایست! وگرنه میپرانم. او از شما گریختن میخواست آقای زینب. و درون دراره. درها را خوب محکم کنید که دیگر نگریزد. نکنید آقای زینب. با این ظالمان گوش ندید. شما آدمی خوبه. آقا هستید. دمت رو گیر. حبس خانه را از خاطر نبرا. تو را نابود میکنم زلا. و درون درارید. کارگر. و درون درار. این مادر آقای دکتر است. ها دیلا خوب شد که آمدی. با من یاریدی. خوب آقای طاهر. دیلا چرا گریه میکنی؟ فؤاد مرا دیدن نخواست آقای طاهر. نمیفهمم چرا این طور میکنن. زیغ نشو دیلا، همش خوب میشود. اگه نیست، همه جا رو دیدم نیست، در یگون جای نیست. باز به سرش یگون بلان آمده باشه. صبر کن، آرام شو. آقای دکتر زود باشه. بخیر است سعید. خونه زیلا را دزدیدن. چی؟ چی ها میگویی سعید؟ کی مادرم رو دزدیده؟ آقای زینب در خونه اویم. سعید راست میگویی؟ قسم بر خدا با چشمانم دیدم. او را عذاب میدادم. اگه این آدم چی میگوید؟ مادرم در خونه آقای زینل چیکار میکند؟ رفتیم مگه نمیستیم مادرم رو نجات بدیم. نیستا برفی تو در همینجا میمانی. در این حال به هیچ جا نمیروی. من رفتم مادرم رو بیارم. خدایا اکنون من چی کار میکنم؟ اکا در همینجا میمونی. زن آقای زینب میشوی. فهمیدی؟ فهمیدی؟ من به تو فهمیدی؟ میکشم 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 میکشم. چه حاله که شما خواهید آقا؟ و شما این را آوردم. خوب شد که آمدم. و ما یگان امر دارید. اینها چیستند؟ حجتی به ما اعضا شدنتان. پیشوایمان به خاطری به ما همراه شدنتان سلام فرستادند. با این حجت شما تمام کارهای خواسته اتان را کرده می توانید. تشکیلات شما را حفظ می کند. این هدیه تشکیلات به شما آقای زینب. یگان مشکلی شود به ما خبر دهید. به من رحم کنید. مرا رها کنید آقای زینب. پسر تو همسری مرا کشت زلال. رهایت نمیکنم. پسرم بیاید بد می شود. خون ریزی می شود آقای زینب. التماس پیش این را گیرید. بیاید. البته او را پیشواز میگیرم.
کاشکی کاری خطایی نکنی. آقای زینب آقای زینب پسرم ها بیرون برایید آقای زینب آقای زینب ایستا وقتا من نجام آقای زینب چی میخواهی دکتر؟ برای مادرم آمدم آقای زینب. بیهوده آمدی دکتر. آقای زینب مادرم رو میبرم. آقای زینب تا مادرم رو نگیرم نمیروم. چی عجلت رسیده است؟ رو از اینجا دکتر رو. پسرم مادرم رو سر دید آقای زینب. از این پس مادری تو زنی من می شود. دانست تمام. آقای زینب مادرم رو رها کنید. شما یک شخصی دارنده شد. بیاید نشسته صحبت میکنیم و این مسئله رو حل میکنیم. در بین من و تو یگان مسئله نیست که نشسته آن را حل کنیم. تو همسرم را کشتی. بینمان دعوای خونین هست. مادر تو به دستم افتید. اکنون او اینجا میماند. از جای نجام دکتر. رو پسرم نزدیک نشم. قربانت شوم. رو از اینجا تویی. من شما رو اینجا مونده نمیرم. نه پسرم دیگر علاج نداری مگر نخونی زیاد میرزد. رو از اینجا. درست راوگر مادرون دارو. آقای زینب با خدایت چشمتان رو کشوید. آنها پیره باتون میدیهم. آن بیشرفان ما را با هم دشمن کرده خودشان کارهای افلاسشان را دوام دادن میخوان. ما را پراکنده کردن میخوان. آقای زینب شما یک شخص معتبر و ایمان و صاحب آبروی اعتباری خاص هستید. این کارهایتان با شما نمیزید. از این پس من دیگر شدم. آن زینبی پیشینه را شما دیگر نمیبینید. آقای زینب از اینجا رفت دکتر. بفهمید. مادر جان خواطر نشوید. شما را از اینجا رها میکنم. از اینجا راه گفتم. شما را نجات میدیم. زینب باید باقی رسید. ای خدا مرا ببخش. مرا ببخش خدا جان. برفین ایست. با کجا؟ ببینم اکام کی برمیگردد. او حتما یگان چیز فکر میکند. حاضر می آید برفین. کی در کجا؟ چند ساعت شد؟ آرام شو. برفین جان آرام شو. چند ساعت شد؟ برفین راست میگوید. رفته خبر میگیریم. رفته میره. اکام آمدند. اکام مادرم رو نآوردید. او را گرفتن نتوانستم برفین. طاهر
چی یعنی خاله زیلاد را آنجا گذاشته آمدی؟ چرا میگویی تویی؟ مادرت رو آقای زینال رها نکرد؟ ول رفته به این زورآوریش خاتمه میدهیم. اکا چرا ایستاده ایم؟ میرویم مادرم را از دست اون بیشرف رها میکنیم. آرام شو. با خدایت با این فریب و اغواهای تشکیلات داده نشوید. آقای زینال دشمن ما نیست. برادر مقابل برادر برمیخیزد. اما من به این اجازه نمیدم. پس چیکار میکنیم؟ تا که مادرم در دست آن پلیدان بی‌ناموس بیستند. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. گرچه سوختم میزدم عشقیم چون مجنون عهد کردم سیدون بالم گردی اله افکار شوی خانه خراب شوی و عشق من زار ایرکی خانه تان رهی جنگ کوچه موهای دراز دارو بچه منچه Jimmy, Jimmy, aja. Jimmy, 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 aja. رنگی ما به قدر پاسم کنه رنگی ما اقتدامات همینو کسب کنه امشب دلم برای پدر گریه میکن مادر و صد برگی ریحانم توی درگهی بیماری درمون با استقبال فصل زیبایی بهار خجسته پای و جشن بین المللی نوروز عجم 2 مارس ساعت 14 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان با نام اکا شریف جورایف برنامه زیبا و خاطرمای با هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان خوبل جان ظریفه دو دختری حساری کرده گلی بهاری و سرنده جوان کمیل جان ظریفه در چشمانی من خوشبختری شانی تو شد در داور شد بهاری عالم افروز نوی عشق و زمزمه زیبایی ابتدای بهار با ترانه های عاشقانه قابل جان و کمیل جان تلفن ها برای درخواست چکتر 917 02 70 70 و 919 89 59 69 طیراهای تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.